سلام مادر جان، چه خیلی شما ساز نغز نگفته آمدم. هستین خونه با؟ وعلیکم السلام دخترم بیتون درویتون وای اصلاکوی مرد بیتون درویتون آدم خونی مادرش به نگفته می بیاد یا درو بیتون درویتون نغز ساز مادر جان، شما نغز ساز هم یاد کردن گفتم یک روم به دیدارشان. چه شما نغز؟ ها مویم درست نغز خودتون درست می منم توی گوی ساخ یاد کردم همتون درست می چیکار کرده شده تخمینه کنی؟ کلین همه نغز ساز همشان شتین. ها تخمینه همین جنده ینگتم همین جنده همین جنده بچم. السلام ینگه جان، چه خیلی شما نغز ساز؟ السلام علیکم اپا جان، چه شما نغز ساز؟ سلامتتان نغز اومدید؟ جانکم نغز مانده نشده زیق نشده گشته؟ نغز رحمت خدا با شکر. گفتم یک تاب خورده روم منم زیق شدم کمتر شده بیویم برای همه اومدم. ها خوب کردید اومدید. خیلی ساز باشد شد. مال از نخشنید. آیا اپا جان چه شما؟ سلامتی نغز؟ دردی سر اومدی؟ تخمینه جان چه خیلی نغزی سازی حالی هم درخیز ها؟ سهر ساعت چند شده است؟ ما اومدم حالی تو خوب نغزی سازی در ساعت خوب همه نغز. مالی از مشتن گیره نوزی یک دو کار دارم میبینم میویم خوب؟ تخمینه جان رو ینگت بیاردم کن بعد بیا یک جای شینیم همه کسا تستر میشد ده کاراتون کمتر یاردم کرده بیایی دسترخوان کرده ایستاده است روین یک جای کنیم و بیاین میشینیم مایلش؟ برام کارش دا یاردم تیم یا کار ندارم میرم کار ینگت دا یاردم تیم دردی سرت میگه بیای. این در اینجا دوپر ممکن نیست؟ رفتیم از آشخونه براییم اینجا آبخوتی گرم است من چای گرم میمونم که یکی بالاتون با نریزتم چای. ها ینگه اینجا خودش چی گم؟ شما چی حق داره که جیان من جمع میکنین؟ ها تخمینه؟ کیا من جمع کردم؟ اینجا خونه مامای این کس میفهمین؟ خونه بیبیش همین اپای بیچاره ما در یک هفته یک بار خونه اوچش میبیاد. شما چی حق داره که جیانی مرا سور میکنین؟ چی گفتم؟ من جمع نکردم من واقعا من گفتم برایین از آشخونه اینجا آبخوتی گرم است چای گرم است گفتن دیگه چی گفتم یگان چی نگفتم. بچه داوتوز میکنن بچه خورو گرم است مایلش شما چی حق دارین جمع میکنین؟ تو قطعا بیلده چی جمع میکنی؟ من یگان چی نگفتم کودکویا. پای من خیلی خوب است برای که دوای سرش اومده این بازی من رفته گویم میدونم بچه کارتون میکنن. آپا درک داری؟ آدم ینگه دوستار تایکو بچه تا یک دمو تا کوینه سرش دو زده سر کرده استای بچه تو را ای خونه رو چند سر کرده درک داری آدمو ینگه جون نکد. اینه یه تخمینه تو چی گفته ایستاده ای؟ بس کن گپای سفسته رو یاردم کن خواهر جان رو. های قدیم پشتی گیر فقط سر کرده خونه رو چند میروند فهمیدی منه؟ ینگه دوستار با منه. من باوری ندارم ینگم خیلی نمیکند دختری نغز ینگم اما در جان نخو کم خیلی کرده باشد کودکویه باوری ندارم. بچه توی جمع کرده است رفتیم اینجا تست کن. تینجی می چه گپ؟ اوچه کلین دوست داشته تو؟ نبیرک نصر کردن ای کخنیا ینگت سور کردن؟ نبیره های من نه؟ چوه؟ این که ینگه میکردی کو؟ انا می ینگه جنود بچه تسر کرده ای کخنیا برای چیزه سور کردن؟ این اپت بزرگ یک هفته یک بار بچهاش کدی میبیاد می نیمی چه به سور میکنه؟ های بجی اصلا ینگته؟ کنی چه گپ مای بفهمم چی؟ اینجا چی گپ شد؟ برای چی پیش خود گپ میزنی تخمینه؟ هیچ پیش خودم گپ نزدم ینگه چیزی را که دیدم همراه گفته استم. چیکار کردم من؟ این قدر پیش خود گپ نزن تو تخمینه. سینما داد وای نکنی ینگه هیچ خیلی ینگه سینی قیسن گل داد میزنه تو بکن. ینگه شما بچه من سور کردید؟ تخمینه راست میگوید؟ چیکار کرد که شما سور کردید؟ آخه در آنجا آبخوتی گرم بود چای گرم بود در روی استول من ماندگی بودم من خلاص باید گفتم که از آشخانه برایتان کودک آوازی من میبرم همین چیزای در روی خونه میشنید دسترخوان کرده میخوریم گفتم یگان چی نگفتم شون. یعنی کی تخمینه راست میگوید؟ سور کرده نه؟ هی خدای یک دم آمدم خونه مادرم که خپودم کمتر دم گیرم عصبام آرام کنم زیقی ها مانه براریم شینیم سری دسترخوان همه سر جمع مادر جان مایلش خیلی نغز مونید من رفتم همو خونه وقوقی خودم باز خوبتر بود است. امیر جان بچم خیز رفتیم مایلش ای پشتم نخیزید چینه
این تخمینه که آدم شوی و از پر شفل ساخته همه را صفو کردن دختر. تخمینه آینده میخوام که یگان جای به شوهر کنی که رنگی خود قیسین گل یک نه 10 تا باشد فهمیدی؟ این قبیشو گام نزنین ینگا همه کار موندگی با که من شوهر کنی مرا چسبیدین اشو دا فرقش منه کاری نقض نشد یک تا ینگا تا که همون آشخانه باید که دیگه شنبه من همین قدر جنجالی کلان شد اپات خفه شد ینگات زخ شدم من بعد جنگ من بچه های به با همش باز کده گشت است هیچ جانده هیچی گب نبودگی بایی کاری به نور شده دخترم کاری به نور شد کسانی که میخوان از خانه نبرآمده معاش بهترین به دست آورند مرحبا نمره واتساپ من شما میتونم که نامه‌نویسی کنم با کمپانی فایبرلیک هر 21 روز معاش بهترین میدهد برای کارگرانش اگر که شما خواهید که از خانه نبرآمده هر 21 روز معاش بهترین و بغیر از این بونوس های کلانی پولی گیرید مرحبا نمره من بنویسید شما میتونید که برابر کارهای خانه برابر فرزند نگاه کنید از خانه نبرآمده معاش بهترین به دست آورید دخترو من خودش زیاده از 14000 تومان معاش میگیرم از این کمپانی بهترین و شما هم نیز یاردم میرسونم که شما هم همین خیلی معاش بهترین به دست آورده و یاد گرفتید